سلام، من هانیه هستم و امروز قراره با همدیگه ساخت دستبند نقره رو تمرین کنیم. توی این ویدیو قراره با همدیگه نوار دامله، تابیده و درقاب نگین رو درست کنیم. تنها نکته‌ای که لازم است بدونید برای ساخت دستبند یا علنگو شما نیاز به اندازه دور مچ مشتری دارید. اگر دسترسی به مشتریتون ندارید ازشون بخواید که با استفاده از متر یا یه تیکه نخ یه نوار کاغذ به شما اندازه دور مچ دستشون رو بدن. همونطور که توی ویدیو میبینید متر یا نوار کاغذ رو دور دستشون باید بپیچن. اندازه یه بند انگشت بین متر یا نوار کاغذی با دستشون فاصله داشته باشه که اندازه دقیق دور مچ دستشون مشخص بشه. یه صحبت کوتاهی داشته باشم در مورد نکته‌هایی که در حین ویدیو بهتون میگم. نکاتی که من بهتون میگم طبق تجربه خودمه، طبق این چند سالی که کار کردم. این نکته‌ها، این قلقایی که توی جوشکاری توی هر مرحله ساختی من دارم بهتون میگم واسه من جواب داده. به این معنا نیستش که 100% من دارم درست میگم. شاید شما شیوه خودتون رو دارید. پس روی این حساب نذارید که من اگه دارم بهتون میگم فرضاً کدوم قسمت رو چطور جوشکاریش رو انجام بدید، بنا به این هستش که هیچ راه دیگه وجود نداره و فقط همین چیزی که من میگم درسته. این تجربه منه. قلقی که من واسه هر مرحله ساختی که دارم بهتون میگم برای من جواب داد. شما امتحان کنید، جواب داد ادامه بدید، جواب نداد راه دیگه رو امتحان کنید. یعنی جوشکاری هر کسی قلق خودشو داره. فرضاً شما در حین جوشکاری یه نکته بر بخوری که متوجه بشی که اینم یک شیوه جدیده، راه من بهتر جواب میده، سریعتر میتونم کارم انجام بدم، سریعتر میتونم ساختم و تمام کنم. خب این خیلی خوبه. حتی نیاز نیست که حرفه‌ای باشید، حتی یک شخص مبتدی ممکنه قلقی دستش بیاد توی حین ساخت که منی که دارم مثلا حالا 3 سال 4 سال کار میکنم یا یه استادی که چندین ساله داره این کار انجام میده به اون نخورده باشه، اون اصلا ندونه. پس خیلی خوب میشه که شما شیوه خاص دیگه ای رو استفاده میکنید برای ساختتون، جوشکاریتون یا حتی نورد کردن. این خوبه که بیاین کامنت بذارید، بقیه هم استفاده کنن، حتی من نوعی بتونم استفاده کنم، توی ویدیوهای بعدی استفاده کنم. خب بگم که اوکی این شیوه من بوده، یکی دیگه از شما گفته این راه جوابه، پس بیاین این راه هم امتحان کنیم ببینیم درست میشه یا نه. شاید اون شیوه شما برای من جواب بده و بهتر از روش خودم بود، شاید هم نه جواب نده، روش خودم بهتر برای من جواب بده، راحت تر باشه برام، باهاش بیشتر اوکی باشم. خب من همون روش خودم رو ادامه میدم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید ممنون میشم که مثل همیشه به دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستانتون بشیر بذارید. بریم برای ادامه ویدیو. برای ساخت مدلی که در نظر داشتم حدود 18 گرم نقره نیاز داشتم که از قبل ذوب کردم و نکاتی که مربوط به ذوب نقره بود قبلا بهتون گفته بودم که تو کانال هست. قبل از نوردتون حتما اندازه مفتولایی که نیاز دارین رو محاسبه کنین. تو کپشن اندازه مفتولا رو نوشتم. دور نقاب نگین که دقیق‌تر در بیاد با استفاده از این نوار مسی اندازه دور نگین رو مشخص میکنم، روی نوار قرار میدم، 2 میل بیشتر در نظر میگیرم، بعد قیچی میزنم که اگه یه موقع خطا داشت بتونم اصلاح کنم. این کار سرعتتون رو بالاتر میبره و اگر حالا ناقصی داشته باشه اون نوارم با چکش صافش میکنم. دو لبه مفتول رو به هم دیگه میرسونین مثل همیشه و جوش میدیم. بعد از اون طبق فرم نگینتون دور رقاب رو فرم میدین. تو کار دورقا اصولا من یه صفحه زیرش قرار میدم، از داخل اره میذارم که فقط دور تا دور نگین از زیر یه نواری گرفته باشه. شما میتونید اون صفحه رو به هر شکلی که میخواین اره بزنید، مدلایش کنید که زیبایی بهتری پیدا کنه.
2 تا از نواران باید دامله می بود که با استفاده از چرخ نورد روی مفتول رو به صورت دامله در آوردم. حالا میرسیم به ادامه نورد بقیه مفتولمون که برای درست کردن تابیده نیاز داریم. تا در آخر چرخ نورد باید برین. اینجا نیازه که سر مفتول رو به شکل مدادی سوهان بزنید که راحت بتونید از حیده ردش کنید. قبل از حیده کشی مفتول رو باید گرم کنید، به موم بزنید و با توجه به اندازه مفتولتون از حیده رد کنید و با حدیده کش سیمتون رو بکشید. بعد هر بار که از حیده رد میکنین باید مجدد حرارت بدین و موم بزنید. میرسیم به مد کشی. بین چرخ نورد قرار بدین، چرخ نورد رو خوب سفتش کنین و از یه طرف دیگه با انبر بکشین اون سیمتون صاف بشه. میرسیم به قسمت درست کردن تابیده. سیمو از وسط تا میزنین، به گیره وصلش میکنین. 2 سر دیگر رو به دریل وصل میکنین. سعی کنین دریلتون رو آروم بچرخونین تا 2 تا سیم به هم دیگه بافته شه. حالا قطعاتی که میخوایم همه آماده شد، میرسیم به جوشکاری. قبل از اینکه نوارا رو دور علنگو قرار بدید که بخواید گردش کنید، تابیده و 2 نوار داملتون رو به هم جوش بدید، ولی دورنگینتون رو بذارید واسه مرحله آخر. اگه بخواید دورنگینتون رو همون اول جوش بدین، زمانی که میخواین بندازین تو علنگو، اون قسمت مرکز دستبند خیلی بد فرم میشه. تابیده‌تون هم به هر فرمی که خواستید شکل بدین. دورقابو میذارین به صورت فرضی وسط 2 تا کار که فقط بتونید مرکز کارتون رو در بیارید، اون تقارن دستبندتون حفظ بشه. تابیده رو به 2 تا مفتول داملتون جوش میدین. بعد از اینکه مطمئن شدید تمام نقطه‌های تابیده به مفتولتون جوش داده شده، هیچ فاصله بین اینا نباید باشه. بعد اینکه خوب لحیم دویده شد بین کار و کارتون
کامل جوش خورده بود، اون موقع مفتول رو بندازید دور میرارنگو و گردش کنید. بعد از اینکه گردش کردید دو طرف انتهایی دستبند رو به هم جوش بدید، بندازید تو جوهرنمک، تمیزکاریشو بکنید. تمام نقاطی که اون مخصوصا اون قسمت مرکزی و دستبند رو خوب جر و پرداختی که نیاز هست رو انجام بدین. دور رقابتون هم تمیز کنید، جر و پرداختش رو بزنید، چون اگه این کار نکنید بخواید مرحله آخر بذارین، یه سری نقطه ها چون خیلی سخت میشه دیگه پرداخت بخوره یا پوست بزنین، کارتون کثیف در میاد. که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از اون دوستانی که عکس کاراتون رو برای من میفرستید، این خیلی برای من ارزش داره و من واقعا از ته قلبم خوشحال میشم وقتی میبینم کاراتون رو برای من میفرستید. که من یک نکته‌ای که حالا بهتون گفتم توی ویدیوها باعث شده که شما یک قدم به سمت جلو حرکت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.